من میرقصم و به عنوان زن و مرد داغ دیده میرقصیم و رقص سوگ میکنیم از هرچی مراسم و نماد مربوط به سوگ که یه جوری به جمهوری اسلامی وصل بود بریدن و ازش فاصله گرفتن، چون میدونستن حکومت از رقص بدش میاد و با رقص مخالفه. فرهناز اثبات، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. قطعا همیشه توی قلب من میمونه. سفرش پر نور باشه. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، به تسلیت میگم. منم شروع میکنم از یک تسلیت صمیمانه به شما، به ویژه به کسایی که با صدا و تصویر فرهناز سالها همراه شدن. در پیام‌های دیگه که به مدیابات ایران اینترنشنال اومده از جا بودنش و حرفه‌ای بودنش گفتن. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اثبات به پایان میرسانیم.